سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 76 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم قطعه از خون جوانان وطن اثر عارف قزوینی رو با هم دیگه کار بکنیم. آفرین به شما که تا اینجا همراه بودید، 76 تا درس رو کار کردیم. همینطور پر انرژی ادامه بدید و پیش بیایید و امیدوارم که نوازندگی‌های عالیتون رو برای من بفرستید و من ببینم و لذت ببرم. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت بکنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این راهی هست که شما میتونید من رو حمایت بکنید و به من انگیزه بدید که این راه رو ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیوی خوب داشته باشیم. این قطعه شماره 76 یه قطعه 6 8 به صورت 1 2 3 4 5 6 میشماریمش. نکته‌ای که توی این قطعه جدیده و باید بهش توجه بکنیم اون زینت‌هاییه که توی خط پنجم و ششم و هفتم داریم. اون دایره‌های کوچولویی که روی بعضی از نوت‌ها گذاشته شده. نکته اینجاست که این دایره‌ها بهشون میگیم تکیه یا زینت. این زینت‌ها روی هر نوتی که نوشته میشه برای خود اون نوته نیست، برای نوت بعدیش هست و یه کوچولو اینا به سمت راست نوشته شدن. این باید دقیقا روی سر نوت اصلی نوشته شده باشه. این رو خودتون توی کتابتون اصلاح بکنید. یه کوچولو باید همه رو به سمت چپ بیارید. داشتم اینو میگفتم که این زینت روی هر نوتی که هست همیشه برای نوت بعدیش هست و این زینت ها توی موقعیت ها و جایگاه های مختلف مدل اجرایشون عوض میشه. یه 5-6 تا حالت هست که باید اینا رو یاد گرفت. حالا اینجا این اولین حالتیشه که داریم با هم دیگه میبینیم. حالتهای دیگر رو هم توی درس‌های دیگه میبینیم. توی کتاب بعدی خیلی دقیق‌تر و مفصل‌تر در موردش صحبت میکنیم. این فرم اینجا به صورت شلال اجرا میشه. فرم شلال رو قبلا شما زدید توی قطعه سگودار، قطعه شماره 51 یا قطعه 26. این فرم شلال رو زدید ولی مدل نوشتارش اونجا فرق داشت. اونجا یه نوت کوچولو به عنوان زینت کنار نوت اصلی نوشته میشد، اما اینجا اومده به شکل تکیه به این شکل نوشتهش. حالا چطوری میزنیمش؟ این نوت‌های زینت رو همیشه با دست چپ میزنیم، این تکیه هایی که به شکل دایره هستن و فرمولش اینه که بین دو تا نوتی که درگیر زینتن، منظور از دو تا نوت درگیر زینت اولا نوتی که زینت روش نوشته میشه و دوم نوتی که زینت برای اونه، یعنی این زینت باید قبل از نوت بعدی زده بشه. بین دو تا نوتی که درگیر این نوت زینت هستن نوت بالاتر رو مشخص میکنیم. نوت زینت میشه یک نوت بالاتر از اون. مثلا الان اینجا یه زینت روی نوت دو داریم که برای نوت بعدی هست که نوت بعدی هم دوباره دو هست. پس بین این دو تا نوت دو ما اگه بخوایم نوت بالاتر رو مشخص کنیم هر دو هستن. پس زینت ما یه نوت بالاتر از نوت دو میشه نوت ر. پس ما اینجا باید بزنیم ر دو سی دو سی لا، یعنی زینت بعدی هم نوت دو میخوره.
یا به همین شکل برای خط بعد که نوتمون هست دو سی سی لا لا سول، این زینت ها یه نوت بالاتر از نوت اصلی با دست چپ زده میشه. نوت اصلی از دو سی سی لا لا سول ما اجرا میکنیم دو سی لا سی لا سول. حالا اجراش میکنم که متوجه بشید چطوری است. همین قسمت رو یه دور بشنویم. این 6 تا نوت دو لاچنگی که آخر خط پنجم داریم که همش هم با دست راسته، فقط اون لای آخر با دست چپه. نوتامون هست ر دو سی سی لا. حالا باید برای اون دو تا نوتی که زینت داره با دست چپ یه نوت چسبیده به نوت اصلی اجرا کنیم، یعنی میشه ر دو سی لا. به جای اینکه ساده باشه بشنویم میزنیم. پس این نوتا به شکل یه دست چپه که چسبیده به نوت اصلی باید زده بشه. این نکته جدیدی بود که توی این درس داریم. بریم یه دور از اول شروع کنیم، با همدیگه پیش بریم. اگر نکته خاصی بود توی قطعه با همدیگه بررسی میکنیم. از اول نوتامون هست سل 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 ر سکوت، ر ر ر ر دو ر سی سکوت، ر ر دو ر سی دو سی لا سی دو ر دو سی لا سول لا 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 فا لا. پس میتونیم بگیم از شروع قطعه 4 تا میزان توی خط اول داریم، 1 2 3 4 و 2 تا میزان هم تو خط دوم. 6 تا میزان اول یک جمله رو کامل میکنه. من براتون روی ساز اجراش میکنم. سل 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 ر ر ر ر دو ر سی ر ر دو ر سی دو سی لا سی دو ر دو سی لا سول لا 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 سول لا. حالا همین رو اگه بخوام با شمارش بزنیم میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و 1 2 3 و 4 5 6 و 1 2 3 و 4 5 6. میریم سراغ جمله بعد. جمله بعد میشه از خط دوم میزنه سوم. دقیقاً تکرار همون جمله قبله، بعد یه 2 تا تفاوت جزئی داره. نوتامون هست سل 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 ر ر ر ر ر دو ر سی فا ر. به جای ر ر اینجا میزنیم فا ر اول خط سوم. فا ر دو ر سی دو سی لا سی دو ر دو سی لا سول لا. بعد دوباره جوابش همون رو سیمای زرد لا 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 فا. و بعد ادامهش شروع جمله بعد میشه آخر خط سوم میزان آخر که داریم دو سی لا. این دو سی لا شروع جمله بعده. پس من الان تا ضرب چهارم میزان آخر خط سوم اجرا میکنم. نوتمون میشه سل 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 ر ر ر ر دو ر سی فا ر دو ر سی دو سی لا سی دو ر دو سی لا سول لا 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 فا. حالا ادامهش رو دیگه نمیزنیم چون شروع جمله بعده. با شمارش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و 1 2 3 4 5 6 و 1 2 3 4. حالا از 5 6 شروع جمله بعد میشه میزان آخر خط سوم از ضرب 5 6ش دو سی لا سی دو ر دو سی لا سول لا 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 فا. این قسمت رو اجرا میکنم. دو سی لا سی دو ر دو سی لا سول لا 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 فا. ادامهش همین جمله است دوباره از خط چهارم آخر میزان دوم دو سی لا سی دو ر دو سی لا سول لا 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 فا. می‌بینید؟ پس دوبار این قسمت بعد اجرا بشه. من دوبار پشت سر هم با شمارش براتون میزنم از همون 5 6 آخر خط سوم 5 6 و 1 2 3 و 4 5 6 و 1 2 3 و 4 5 6 و 1 2 3 و 4 5 6 و 1 2 3 و 4. حالا قسمت بعدی یه نوت میره بالاتر از خط چهارم میزان آخر از 5 6ش میره رو نوت ر میشه ر دو سی 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 دو ر ر. براتون اجراش میکنم روی ساز ر دو سی سی سی
4 5 6 1 2 3 4 4 سکوت چنگه. باز دوباره اینجا از 5 6 جمله بعدی شروع میشه. 5 6 میشه سی دو ره می ره دو دو سی سی لا سی. همین قسمت رو میزنم. سی دو ره می ره دو دو سی سی لا سی. سی 1 2 هست که بعد از 3 4 عبارت بعدی میشه. با شمارش میزنم 5 6 1 2 3 و 4 و 5 و 6 و 1 2. عبارت بعدی میشه خط 1 2 3 4 5. خط ششم از ضرب شماره 3 دو ره دو سی سی لا لا سول لا. روی ساز میزنمش دو ره دو سی سی لا لا سول لا. شمارشش میشه 3 و 4 و 5 و 6 و 1 2. و قسمت بعد سی دو سی لا سول ره. روی ساز سی دو سی لا سول ره. شمارشش از دوباره ضرب شماره 3 هست. 3 و 4 5 6 1 2 3 4. حواسمون باشه این نوت ری که تی داره یعنی باید ریز گرفته بشه، بالاش یه 8 داره یعنی اول با دست راست یه تک بزن، یه مکس کوچیک، بعد ریز بگیر. اینو حواستون بهش باشه. این جمله رو من عبارت رو کامل براتون اجرا میکنم. از خط پنجم آخر میزان دوم، از 5 6 میزان دوم میشه 5 6 1 2 3 و 4 و 5 و 6 و 1 2 3 و 4 و 5 و 6 و 1 2 3 و 4 5 6 1 2 3 4. حالا از 5 6 دوباره همین جمله تکرار میشه ولی آخرش عوض میشه. آخرش به جای ریز ر باید ریز سول بزنیم. یعنی نوتامون هست از خط 1 2 3 4 5. از خط ششم میزان سوم از 5 6 میشه سی دو ره می ره دو دو سی سی لا سی. دو ره دو سی سی لا لا سول لا. سی دو سی لا سول سول. و اینجا جمله ما عبارت ما کامل میشه. براتون روی ساز اجراش میکنم. حالا این قسمت رو از خط قبلی بشنویم که دو بار اجرا میشه. بار اول آخرش میره روی نوت ره، بار دوم آخرش میره روی سول و اون حس پایان رو بهمون میده. قسمت بعد میزان آخر خطه یکی مونده به آخر سول 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 ره. خط بعد ره 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 سول. این قسمت رو براتون میزنم 4 تا میزان سول 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 ره 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 سول. شمارشش هم که واضحه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. دو میزان بعد لا سول فا می ره دو ره سی فا ره. ادامهش چی میشه؟ آخر قطعه دی اس الفینه داریم، دال سینیو الفینه. باید برگردیم از خط سوم میزان دوم که علامت سینیو رو داریم، اون ساین انگلیسی که ایتالیاییش میشه سینیو. برمیگردیم از اونجا تکرار میکنیم تا فینه. فینه کجاست؟ یه خط مونده به آخر، میزان یکی مونده به آخر که بالاش نوشته فینه. پس ما از بالا تا پایین کامل قطعه رو میزنیم، به آخر که رسیدیم باید برگردیم از خط سوم میزان دوم تا یه خط مونده به آخر، میزان یکی مونده به آخر تکرار کنیم و اونجا قطعه ما تموم میشه. خیلی خب، من براتون این قطعه رو با مترونوم اجرا میکنم از اول تا آخر. این چیزیه که شما باید تمرین کنید تا بتونید به این شکل اجراش بکنید. سرعت قطعه 60 هست و باید روی دو ضربی هم تنظیم کنیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.
امیدوارم که این قطعه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو به دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.